اساسگزاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در پیام نوبتی به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان پهلوهای مبرم و مهم رشد جامعه معاصر تاجیک را بررسی نمودند. یکی از نکته‌های اساسی پیام سرور دولت را مسئله نقش زنان و بانوان در رشد جمهوری، خودشناسی و تربیت نسل‌های سالم و کامل و سازندگان آینده کشور در بر می‌گرفت. پیشوای ملت در پیام خود تاکید داشتند که حکومت مملکت در سیاست اجتماعی خود مسئله‌های مربوط به زنان را در محور فعالیت روزمره قرار داده برای رشد این سمت مهم منتظم تدبیرهای سودمند می‌اندیشند. امروز نقش بانوان و زنان و دختران باننگ و ناموس وطن در همه ساحه‌های حیات دولت و جامعه همیشه قدردانی می‌شود. دولت و ملت تاجیک از سعی و تلاش زن‌های برومند میهن که به خاطر بنیاد آینده آباد و آسوده کشور نگرانیده شده است افتخار می‌کند. در پیام نوبتی پیشوای معظم ملت مقام زن را در جامعه باری دیگر ایستاده گذاشتند، تاکید کردند و ما خوب درک کردیم که باید امروز ما زنان در جامعه فعالیت خود را نشان دهیم. در عائله برای تربیت نسل نورس، برای تربیت فرزندان کوشش نماییم که در فرزندان خود را عموما تمام نسل نورس را در راهی میهن پرستی، خویشتن شناسی تربیت نماییم. نقطه های دیگر که در پیام قید کردید این درباره از بر نمودن لباس های ملی، ترغیب و تشویق لباس های ملی، عنعنه های خوب و نیک نیاگانمان بود و این ما را وادار می سازد که از پی همین گفته های پیشوای معظم ملت گردیم. سرور دولت پیوسته به بلند برداشتن مقام زن و نقش آن در جامعه و شرکت فعال آنها در حیات سیاسی و فرهنگی جمهوری تدبیرهای سازنده می‌اندیشند. زیرا زن مادر تاجیک همیشه کفیل رشد جامعه در راه به دست آوردن استقلال، پیشرفت ساحه‌های حیات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور میباشد. مسئله بلند برداشتن مقام زنان و بانوان و تربیت کردن و با وظیفه‌های راهبری کننده تعیین نمودن بانوان و دختران لیاقتمند در مرکز دقت حکومت مملکت قرار گرفته است. همچنین در پیام ذکر شد که زنان و بانوان مملکت برای تربیت فرزندان در روحیه آموختن علم و دانش و کسب و هنر، رعایت قانون‌های ملی، رسم و آیین‌ها و سنت و عنعنه‌های مردم باستانی تاجیک از جمله صرفه و سرشته‌کاری و پوشیدن لباس‌های ملی سعی و کوشش بیشتر به خرج می‌دهند. توجه پیوسته پیشوای معظم ملت و بلند برداشتن مقام و منزلت زن در جامعه خیلی نظررس است که امروز ما بانوان راهبران را باز هم وادار می سازد که چی در ساحه اقتصادیات، اجتماعیات، در همه ساحه های گوناگون برابر مردها، در پهلوی مردها زنان نیز با سربلندانه از عهده وظیفه های در پیش ایستاده خود برآمده ایستاده ایم. امروز زن تاجیک همچون خدمتچی دولتی، کارمند ساحه‌های طب و فرهنگ و صاحبکار و راهبر کاردان بوده در عملی سازی طلبات و مقررات قانون‌های ملی، پیشگیری کردن بیگانه پرستی از جمله سر و لباس و آیین‌های ملی و به کمال رسانیدن نسل‌های سالم، اینچنین تحکیم صلح و ثبات در جامعه و پیشرفت دولت سهم ارزشمند خود را می‌گذارد. در برابر این زن مادر تاجیک ترغیبگر و احیا کننده و پاسدار عنعنه‌های ملی کشور میباشد. همین است که پیشوای ملت همیشه به این قشر جامعه توجه خاص ظاهر میکنند. در نوبت خود زن مادر تاجیک هم در فعالیت‌های هر روزه خود کوشش میکند که به ارزش‌گذاری و غمخوری‌های سرور دولت سزاوار باشد.